گفت ما امو گپی سر ما بسیار تاثیر کرد که مرا گفتی که ما از الله سوال میکنم تو از قبر راستی دیگه همینطور است یالی امی گپ است. امی رجل مومن با مردم میگه عجیب است، مرا دعوت میده که با امرای الله شریک جور کنم. چه رقم شریک جور کنم؟ فلان صاحب قبرم میتونه مریض جور کنه، علم داره، مشکل حل میتونه، حاجت رواسته، اینی گپ است. ما میگم که نه، به یک الله عبادت کنیم، از یک الله طلب کنیم. لا جرم انما تدعوننی، ای گپی محقق است، گپی ثابت است. انما تدعوننی، یقینا چیزی که شما دعوت میده مرا الیه بسوی ازو، لیس له دعوت، نیست برای ازو دعوت فی الدنیا، در دنیا دعوت در دنیا نداره، ولا فی الاخرت، نه در آخرت دعوت داره. معبودی مخو انبیاء علیهم السلام روان کرده، دعوت ها داره. طرف چی؟ طرف یک تا پرستی خود کتابا روان کرده. از امو خاطر افراد دعوتگر برای الله تبارک و تعالی در دنیا خیلی زیاد هستند، لیکن امو کسایی که شما او را حاجت روا مشکل کشا میبینه کدام دعوت داره که کسی را گماشته که بله اینی کار بکنه هست. ما از امو خاطر میگیم امی بزرگای دین که یا اولیاء میگه یک سنه را بکشه که ولی گفته که بله من اینمی مریض جور میکنم و در وقت حاجت برای چی بکنه؟ آواز بده. شیخ عبدالقادر جیلانی خو موحد بزرگ است، او خو حنبلی مسلک است، رفع الیدین نام میکنه، آمین بالجهر هم میگه. او پیرا علی او چی میگه؟ میگه پیران پیر. رفع الیدین اگر اینجا کسی بکنه قطی مرمی میزنه، لیکن پیران پیریشان چی میکرد؟ میگه رفع الیدین میکرد. در مذهب امام احمد بن حنبل بود. و ان مردنا الی الله، یقینا بازگشت ما به سوی الله است. و ان المسرفین، یقینا کسایی که از حد تجاوز میکنه، هم اصحاب النار، نبی مردم ملازمین آتش است. از حد تجاوز نمیره که مخلوقه از دایره مخلوقیت میکشی، خالق جور میکنی، خالق نعوذ بالله محتاج به مخلوق میسازی، چقدر از حد تجاوز است. فستذکرون، زود است که یاد کنی ما او نصیحت های مرا اقول لكم که اینجا براتون میگم. اینجا خود یادتان نمیه، خو اونجا باز یادتان میه. و افوض امری، من میسپارم تمامی کاری خود الی الله، بسوی الله تبارک و تعالی. کل اموری خود به الله میسپارم. چی مانا؟ تدابیر میگیرم، دعوت میدم، همه کارا میکنم، ولی بعد از او چی نتیجه به دست میه؟ این کاری من نیست، به الله تبارک و تعالی میسپارم. یک، اگر شما در مقابل ما تصمیم داره از زدن، کشتن، نقشه ریزی میکنه، شما پلانات طرح میکنه، ما واقعا که یک نفر هستم، نه ایتور همراه ها دارم، نه مرکز دارم، نه حکومت دارم، نه سلطه و قوت دارم، خو لیکن الله دارم. و افوض امری، می سپارم کاری خدا الی الله، بسوی یک الله. ان الله، یقینا الله بصیر بالعباد، خب بیننده است بنده های خدا. بنده های خودم میبینه که چی میکنه، کی بسوی الله دعوت میده و کی مقابله از او میکنه. فوقاه الله سیئات، پس نگاه کرد الله تبارک و تعالی امی مرد مؤمن آل فرعون، سیئات ما مکرو، از سختی ها، از نقشه های زشتی آن چیزی که مکرو و چی سازشا کردن. و حاق برعکس نازل شد، پایین شد به آل فرعون، به سردمدارا غټایت فرعون، هم مجلسای فرعون، سوء العذاب، بد عذاب نازل شد. النار یعرضون، ای خود دنیا رسوا شد. النار، آتش که در قبر است، یعرضون علیها، پیش کرده میشه بالایشان، دمی قبر، غدوا صبح و عشیا بیگا، یعنی همه وقت اینمی عذاب برشان پیش میشه. بزرگترین آیتی که عذاب قبر ثابت بکنه اینمیسته. چرا؟ فرعونیا فی الحال در عذاب الله تبارک و تعالی است. در حدیث هم میگه، پیغمبر علیه السلام میگه کلکینا باز میشه برای مؤمن، کلکینی جنت باز میشه و به قبر امر میشه که آنقدر وسعت پیدا میکنه که برابری دید انسان است. و برای کفار به قبر امر میشه که پچق کنه ایرا تا که قبرگاه های شکی در دیگه داخل شوه، کلکینی از عذاب برش باز میشه. چه رقم نعمت احساس میکنه یا عذاب؟ به الله تبارک و تعالی معلوم است. امر روح پس میاد جسد داخل میشه نمیشه، این گپا را نگفته. بس یک رابطه روح با امر جسد داره که اردو هم نعمت احساس میکنه و هم عذاب. چه گناه است؟ علما مفسرین مختلف توجیهات داره. کسی میگه این جسد نیست، یک جسد مثالی دیگه برای روح گذاشته میشه. کسی میگه نه، پس امی روح در جسد میاد وقت عذاب و نعمت چیستا حاصل شدن. کسی میگه نه، اگر چه روح در موقعیت دیگه است، خود قطع جسد رابطه داره، مثل رابطه آفتاب با زمین که شعاعش اینجا میرسه، روشنیش اینجا میرسه. بهتر است این امور به کی حواله کنیم؟ اما قسم که الله میدانه، خو اینمی قسم عذابا پیش میشه. و یوم تقوم الساعه، در روزی که قائم شوه قیامت،
ادخلوا گفته میشه که داخل برای ملائک از طرف الله داخل کنی آل فرعون، لشکر فرعون، تابعدارای فرعون، اشد العذاب، بسخترین عذاب. و اذ یتحاجون فی النار، در آن وقتی که یکی با دیگه گفتگو میکنه در آتش، فیقول الضعفاء، میگوید کسایی که ضعیف بودن، این جماعت در ضعیف رای مردم است، اما کسایی که دنبال رو بودن، تقلید کورکورانه میکردن، هر چیز که آقا برش میگفت، پاچا برش میگفت، ملا برش میگفت، بس دیگه نه سند بود، نه دلیل بود، نه سنجش بود، نه از تفکر و عقل کار میگرفت. اینی را ضعفا میگه. میگوید ضعفا للذین استکبروا، به کسانایی که کلان تراشیده بود در دنیا، خدا ولی معرفی کرده بود، خدا آقا معرفی کرده بود، بر ازوا میگه چی برشان میگه؟ انا كنا لكم تبعا، ما بودیم برای شما تابعدار در هر چیز، فهل انتم مغنون، آیا است شما دور کننده عنا از ما، نصیبا من النار، یک گیسی آتش چطور است دور کرده میتونی یا نه؟ قال الذين استكبروا، میگوید کسانی که تکبر ورزیده بودن، خدا کلان تراشیده بودن، نعوذ بالله، جتروا خدا فکر میکردن. چی میگه؟ انا کل فیها، ما یقینا تمامی ما فی آدمی آتش هستیم، اما ان الله قد حکم بین العباد، یقینا الله فیصله کرده در بین بندگان خود. چرا ما میره پرستش کردیم، نعوذ بالله عقیده غلط داشتیم، شما ما میتور کرده. و قال الذين فی النار، میگن کسانی که در آتش است، لخزانه جهنم، به ملائکه متصرفین جهنم، به پیردارای جهنم، ادعوا ربکم، طلب کنید از پروردگارتان، یخفف عنا یوما، که سبک بساز از ما یک روز، من العذاب، از عذاب، یک روز عذاب خو کم شوه. قالو میگوین خزانه امیم جهنم برشان، اولم تکو تأتیکم، آیا نبود که می آمد براتان رسولکم، پیغمبران شما، بالبینات، با دلایل، با سند در پیشتان می آمد، وحی می آورد. قالو گفتن، از وحی بیان میکرد، قالو گفتن جهنم یا برش میگه بلا چرانه، بله پیغمبران آمده بود. قالو فدعو، پس میگه می خزانه جهنم برش که شما خودتان دعا کنه، خودتان دعا کنه، پیغمبر آمده بود، شما را گفته بود، از این حالات خبر داده بود. و ما دعاء الکافرین، نمی باشد دعای کفار الا فی الضلال، مگر در تباهی و گمراهی. دعای کافر در حق قیامت چیز قبول نمیشه، در حق امور دنیا قبول میشه. هر کس که عاجزی میکنه در دنیا برای پوره شدن مطالب دنیا، الله دعای کافر هم قبول میکنه، اما در مورد قیامت، در مورد آخرت، دعای کافر هیچ قبول نمیشه. مؤمن که هر دفعه دعا میکنه الله دعایش قبول میکنه، اگر حاجتی تا پوره کرد حاجت، یا است که کدام حاجت دیگه تا برآورده میکنه، یا نگاه میکنه برای آخرت. انا لننصر رسلنا، یقینا ما امداد میکنیم پیغمبران خدا، والذین آمنوا، کسانی که مؤمن هستند، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، در روزی که قائم میشه الاشهاد، شاهدا، پیغمبران پیش میشه، اعضای انسان، ملائک، دفترها، کلش در او روز اما امداد میکنیم. و در دنیا هم، در دنیا چطور پیغمبرها را امداد کرده؟ اینطور پیغمبرها پیدا شده که اره را از فرق سرشان، وجودشان اره کرده. او اینجا الله میگه که ما کامیاب میکنم. چطور کامیابی است؟ جواب است مفهوم کامیابی را اصلا ما درک نمیتونیم. کامیابی چی را میگه؟ کامیابی تنهایی را نمیگه که انسان قطعی کسی مقابله داره و او را از بین ببره، خودش پاچایی، ملک، مال، ایگه پایش بگیره، ای را به نام کامیابی یاد بکنیم. کامیابی ای را میگه که یادی تو، صفتی تو، نمونه باقی ماندنی تو در نسل آینده شود. واقعا تو در بین مردم محبوبیت قوی پیدا بکنی، ولو که در ظاهر تو قتل شده ای، تو از بین رفته ای، تو توهین شده ای، تحقیر شده ای. ای را کامیابی میگه. از امو خاطر ای بسیار تسلی بزرگ برای ماست. ما و شما وقتی دعوت شروع میکنیم بعضی اوقات میگیم که وای اون هر قدر زحمت کشیدم کامیاب نشدم، دعوت به اقارب خود میدادم کامیاب نشدم، نپذیرفت، در قوم خود دادم نپذیرفت، در اهل مسجد دادم نپذیرفت. ایره نگو که من ناکام شدم، بلکه کامیاب شده. اول اظهار ضمیری تا، رأی آزادی تا، که از هیچ کس هراس نداری، در یک مجموعه بزرگ ظاهر کردن خودش کامیابی است. خودش چی است؟ کامیابی است. حتما یک نفر پیدا میشه کمی گپی تو را میپذیره. امروز تو آواز حق بلند کردی، در روزگاری که کل مردم در بدعت غرق بود، یادی از توحید و شرک نبود، تو امیر ظاهر کردی، امی کامیابی است. اینی هم کامیابی است. ایره کامیابی میگه. انبیاء علیهم السلام کامیاب است در هر زمان، ولو که قتل شدن. چرا؟
آواز حق، دعوت به سوی حق زنده کردن، رایش و باز کردن. این که مردم پذیرفت نپذیرفت کاری علیده است. از همون خاطر این رجل مؤمن آخرش نظر به بعضی روایات شهید شده، از بین رفته، لیکن در حقیقت کامیاب بود. چرا؟ در مجلس فراعنه در پیش اینقدر مردمای ظالم و چاپلوس گپ حق زدن و دفاع از حقوق موسی علیه السلام و از گپای موسی علیه السلام کردن، این خود چی بود؟ کامیابی و پیروزی بود. از اون خاطر ما هیچ وقت ناکام نمیشیم. واقعیت اگر ما بفهمیم هیچ وقت ناکام نمیشیم. امی که تو الله برات جرأت داده که گپ ظاهر میتونی، امی کامیابیت است، بالکل کامیابیت است. چرا که ظاهر میتونی گپ حقه. این ضرور نیست که تو با کلی مردم گپای تا بپذیره. اگر کلی مردم بپذیره باز مرتبه تو خاص پیغمبر کردن بالاش. پیغمبر علیه السلام در دوران مکه خود 13 سال سپری کرده. چقدر مردم مسلمان شده؟ کلگی پذیرفت، اقاربش پذیرفت، کاکایش نپذیرفت، دیگهش خود چی میکنی؟ ابو لهب کی کاکایش بود، او در مقابلش دشمنی، سرسخت‌ترین دشمنی کرد. دعوتگر حق اینی قسم روبرو میشی، به اینی حالت هم روبرو میشی. نگوی من ناکام هستم، بگو امی که الله توفیق داده که من گپ حق خود ظاهر میکنم، امی کامیابی است، بالکل کامیابی است. الله نصیب کلگی بکنه. یوم لا ینفع الظالمین، روزی که نفع نمیده ظالما را معذرتهم، عذرهایشان، عذرخواهیهایشان، ولهم اللعنة، بالایشان لعنت است که دوری از رحمت خاص الله تبارک و تعالی است. ولهم برای از سوء الدار، خیلی چیز داری زشت است، یعنی که آخرتشان خیلی زشت است. ولقد آتینا موسی الهدی، یقینا ما داده بودیم به موسی علیه السلام برنامه هدایت که تورات بود. و اورثنا بنی اسرائیل، به میراث گذاشتیم، یعنی دادیم بنی اسرائیل الکتاب تورات، هدن که برنامه هدایت بود برایشان، و ذکر، نه تنها که هدایت بود بلکه یادآوری داستانها و احکام کتابای سابقه و پیغمبرای سابقه را برشان میکرد. لیکن برای کی؟ لئولی الالباب، برای کسانی که صاحب مغز و فکر بودن، صاحب عقل بودن. فاصبر ان وعد الله حق. پیغمبر علیه السلام الله میگه داستان موسی علیه السلام بری تو الگو نمونه است. موسی علیه السلام صبر کرد، آخر الامر فرعون و فرعونیا کلش از بین رفت. حکومت و پادشاهی مکمل برای کی شد؟ موسی علیه السلام. پیغمبر علیه السلام تو امیتر حالتی است، روزای اول است، سختی است، محنت کشیدن است، تکلیف است، تابعدارای شکنجه میشه، مثل که فرعونیا شکنجه میکرد تابعدارای موسی علیه السلام. مجبور به هجرت میشی، مثل موسی علیه السلام مجبور به هجرت شد. لیکن روز فرا میرسه، اهل مکه مکمل از بین میره، ذلیل میشه، تو کامیاب میشی. فاصبر ان وعد الله حق. صبر کو، صبر کو، صبر کو. صبر استوانه تمام کامیابی ها امی صبر است. صبر اینجا چی را میگه؟ صبر کو، حالاتی تا میبینی غریب است، نه حکومت داری، نه اینجا کدام برنامه اقتصادی داری، نه فابریکه داری، نه مردم زیاد قطعت است، نه اینطور است که مردم برات موقع بیان و تقریر برات بده. لیکن صبر کو، روز میرسه. امروز هم اینطور استی، امروز روزی است که تو را نه کس ملا میگیره، نه کس برات سلام میپرته، نه کس در موتر بالا میکنه، نه تو را در قومداری شریک میکنه. خود صبر بکن. ان وعد الله حق، وعده الله حق است. روزی فرا برسه که مردم به بسیار اعزاز تو را اینطور مقام بده که مردم بگویه که نه، کارای تا به ما بگو، اولک و خلاص، ما کاری تا میکنم دیگه، تو دست نزنی. اینطور است. پیغمبر علیه السلام الله میگه صبر بکن. ان وعد الله، یقینا وعده الله حق، ثابت و راست است. واستغفر لذنبک، بخشش طلب کو برای گناهت. پیغمبر گناه نداره، او هر گناه ضرور نیست که استغفار برای گناه باشه. توجیهات مختلف میکنه مفسرین. اول توجیه واستغفر لذنبک، واستغفر لذنب امتک، مغفرت طلب بکو برای گناه امتی خود. بله تو دعا بکو، امتا اگر کمی قصور کوتاهی کرده در راه دعوت، دعا بکو. دوم ترجمه واستغفر، بخشش طلب بکو برای گناه خود، یعنی استقامت طلب بکو که همه قسم مسئول از گناه باقی بمانی، مثل که الله تو را از اولم نگاه کرده. اینجا دو. سوم واستغفر لذنبک، طلب بخشش بکو لذنبک برای کارهای خلاف الاولا. اگر کدام کار خلاف الاولا میشه، اگرچه او در حقیقت گناه نیست، لیکن شان تو تو پیغمبر هستی، شان تو بزرگ است، اما کار خلاف الاولا به شان تو نمیزیبه. از او خاطر از الله چی بکو؟ گناه طلب کو.
دیگه توجه واستغفر لذنبک، همیشه در بندگی الله تبارک و تعالی مداومت اختیار بکو. مثل که یک بنده به پیش الله عبادت میکنه، خود گناهگار تلقی میکنه، اینمی قسم عبادتی تا ادامه بده ولو که تو گناه نکرده ای. خود ای طور فکر بکو مثل که گناه کرده باشی، امی رقم به الله عاجزی بکو. ایره میگه کمال عبادت انجام دادن در پیشگاه الله. پیغمبر گناهگار نیست، لیکن عبادت طوری میکنه تو میگی که گناه کرده. عبادتی که از پیش آدم گناه شده باشه او لذت دیگه داره. خب به خاطر که گناه کرده ای، گناه کردی و از الله طلب مغفرت و بخشش میخوایی. کدام حالت میباشه؟ حالت دیگه است. و سبح بحمد ربک، به پاکی یاد کو پروردگار به امرای ثنای الله، یعنی ثابت کردن صفاتای کمال برای الله، نسبت کردن صفاتای کمال برای الله. بالعشی بیگا و لبکار صبا، صبح و بیگا همیشه در عبادت الله مشغول شو. ان الذين یجادلون فی آیات الله، یقینا کسانی که گفتگو بحث میکنه، ستیزه جویی میکنه در مورد باطل کردن آیات الله، یعنی محو کردن دلایل توحید الله، بغیر سلطان، بدون کدام سند اتاهم که آمده باشه برشان. ان فی صدورهم، نیست در سینه های از یا الا کبر، مگر تکبر است، تکبر بزرگ است. ما هم که نیست این مردم بی بالغی رسیدنی به مقتضای متکبر. تکبری از یا میگه که تو نباشی، دعوتت نباشه، لیکن به اون مقصد نمیرسه. یک ترجمه. دوم ترجمه ان فی صدورهم، نیست در سینه های از یا الا کبر، مگر مقصد خیلی بزرگ است. ما هم که نیست امو مقصد بزرگ چیست؟ ما هم نیست این مردم به بالغی رسیدنی به اون مقصد بزرگ که اون مغلوب ساختن حق است، که حق از بین ببره. یا اونمو اراده را داره، دلیلی از یا جر و بحثی از یا منازعه از یا این نمیسته که حق از بین بره، خلی که نمیرسه. فاستعذ بالله، برای پورا کردن اینمی مقصد خودت تو باید پناه بگیری به الله تبارک و تعالی. قرآن اشاره میکنه حالات و وضعیت پیغمبر علیه السلام، چرا کلی مردم مجادله بحث بود، تو چی را آورده ای، ما را جدا کرده ای، بچه از پدر جدا کرده ای، تو صابی شده ای، تو شاعر هستی، تو اینی گپا را داری، تبلیغات بود از هر طرف شروع. در این طور موقع آدم به کجا پناه ببره؟ فاستعذ بالله، پناه ببره به الله تبارک و تعالی. روزگاری که سرطان فشار زیاد میاد از هر نوعه، ای که هر کس نه عمه میمانه تا نه خاله، باز پناه به کی بگیره؟ انه یقینا الله هو السمیع، امی الله شنونده از فریادی تا، العلیم البصیر، میبینه حالاتی تا که در کدام حالاتی دشوار گرفتار هستی. لخلق السماوات والارض، یقینا پیدایش آسمان ها و زمین اکبر و بزرگ است، من خلق الناس، از پیدا کردن مردم. پیدایش آسمان و زمین خوب مخلوقات خیلی بزرگ است از پیدایش انسان کرده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر مردمان نمیدانه. فکر میکنه که اینمی انسان اگر بمره باز دوباره زنده شده نمیتونه، چرا ریزه ریزه میشه. و ما یستوی الاعمی والبصیر، الله میگه نیست برابر نابینا و البصیر بینا. چرا؟ نابینا نه خود میبینه نه ما حول خود میبینه، رنگایی که در خودش وجود داره او هم دیده نمیتونه، قوتی اعضای خودشان برش معلوم نمیشه، شکل و شباهت خودم نمیبینه، از بیرون هم نمیبینه. لیکن بصیر کسی است که هم خود میبینه هم بیرون نمیبینه. پس مومن همیطور است که هم خود دیده، خود شناخته که کیسته، که پیدا کرده شه، و هم بیرون نمیبینه که کلی مخلوقات پیدا کرده الله است. از او خاطر دیدی از دی چار دیواری منحصر باقی نمانده. یؤمنون بالغیب است، به غیب هم عقیده داره. چرا دیدیش این چار دیواری منحصر نکرده، این چار دیواری نگرفته دیدی ازی خیلی وسیع شده. لیکن کافر و مشرک فقط اینمی چهار متاع دنیا و روزگار دنیا در نظرش است، نمیبینه، دیدش وسیع نیست. از او خاطر فرق است بین مؤمن و مشرک و کافر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان داره عمل صالح انجام میده به مقتضای ایمان. وام برابر و ما یستوی الذین، ایقت یزو میخوره، نیست برابر کسانی که آمنو ایمان آورده و عمل صالحات، عمل صالح انجام داده. ولل مسیء، نیست و کسی که گناهگار سراسر ایمان نداره عمل صالح نداره. قلیلا ما تتذکرون، خیلی کم شما نصیحت میپذیری، خیلی کم، کلگی نصیحت نمیپذیره، شما خیلی کم نصیحت پذیر هستی. ان الساعه لآتیه، یقینا قیامت آمده نیست، لا ریب فیها، نیست شک در واقع شدن قیامت. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر مردم لا یؤمنون، باور نداره.
و قال ربکم ادعونی، میگوید پروردگارتان ادعونی مرا بخواهید، حاجتا تکلیفایتان استجب لکم، قبول میکنم خواست شما را. ان الذين یقینا کسانی که یستکبرون تکبر میکنه، خود کلان میتراشه، مستغنی میگیره خدا عن عبادتی، از خواستن از من نمیخواه. عبادت اینجا به معنای دعاست. چرا؟ در حدیث هم همینطور میاد الدعاء هو العباده سیدخلون جهنم داخلین، زود است که داخل شوی مردم ها در جهنم داخلین که ذلیل شده می باشه. قرآن برای ما چی میگه؟ ادعونی، الله آواز میده که مرا از ما طلب کنی استجب لکم، میپذیرم دعای شما را. قرآن ما را میگه که از الله طلب بکنیم. ما از کی طلب میکنیم؟ یا سخی صاحب، یا پیرانی پیر صاحب، یا چیست ابوالعباس، یا فاطمه زهرا آواز داده رو ایستیم. قرآن برای ما میگه که الله میگه ادعونی، از ما طلب کنی، از کسی دیگر نه. استجب لکم، من اجابت میکنم. بلکه طلب نکردن سبب دخول جهنم است. تو خود عاجز به الله نمیدانی؟ چرا؟ دعا عین عبادت است. امو اصل، امو رکن اعظم دعا، امو مغز دعا چی عبادت در دعاست. چرا؟ در عبادت رکن اعظمش تذلل و عاجزی است. او در دعا تذلل و عاجزی خیلی زیاد می باشه. ایره میگه دعا و ایره میگه کسی که نمیخواه از الله، الله میگه در جهنم داخل میشه. در جهنم داخل میشه. چرا که خدا مستغنی میدانه، بی پروا میدانه، ما از الله نمیخوام، نعوذ بالله. قرآن چی میگه و ما کدام طرف روان هستیم؟